وقت داریم بریم بگردیم. خب ما آمدیم چمدونامون رو به این هتل تحویل بدیم. بهش میگن لاگیج. چمدونی 5 یورو میگیرن که میخوایم بریم بگردیم و اینا راحت باشیم. بازم آسانسورهای عجیب غریب ایتالیا. فکر کنم فلورانس به چرمش هم معروفه که انقدر مغازه‌های چرم زیاده. ما داریم میریم به سمت موزه میکلانج ببینیم راهی برای ورود داریم یا نه، چون که بلیتشو نگرفتیم و باید چند ساعت تو صف وایسیم که البته اگه بلیت هم داشتی بازم باید وای میسته، فرقی نمی‌کنه. خب از نظر استایلی شدن و خوشی بودن مردم بخوام با میلان مقایسه کنم، اینجا هم خیلی خوشی تا مردماش واقعا خوش لباسن، ولی مردم میلان توی لول دیدن. شهرهایی که رفتم دیدم هیچ کدوم به پای مردم میلان توی خوشی بودن نرسیدن هنوز، ولی خب اینا هم خوشی بودن. این آقا داره میگه اگه میخواین زودتر برین داخل میتونیم 25 یورو بدین نفری برای تیکت و بریم. میگه باید کش بدین. اگه میخواین با کارت بدین با من بیاین، چون ما کش نداریم الان همراهمون. بازار سیاه جواب داد و ما داریم وارد موزه میشیم. بریم ببینیم تو چه خبره. ما رفتیم. همکنون استفاده از هوش مصنوعی برای راهنمای موزه رو مشاهده میکنید. عکس اینو میدیم بهش، اونم میگه بفرمایینم از تاریخچه نقاشی و کامل بهتون اطلاعات میده. این مجسمه که میبینید فیکش رو تو محوطه بیرون فیکش البته من دارم اینطوری میگم، تو محوطه بیرون ساخته بودم ولی اصلش اینه. که راجبه چیه شما توضیح بفرمایید. بلندتر. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های مجسمه سازی باروک ایتالیاییه به اسم ربودن زنان سابین. اثری از مجسمه ساز برجسته فلورانس ژان بولونیه ملقب به جنبولونیا که در سال 1581 از خاک رز ساخته شد. مجسمه معروف. وای من. تا ریزترین عضلات بدن و رگ و حتی نمیدونم روی پاش تکیه داده، اونجا عضلاتش بیشتر برآمده شده، یه پاش مثلا حالت فریتوره، قشنگ همه اون جزئیات رو نشون داده. تازه تو اون ابعاد 5-6 متر با وزن 3 تن 5 با سن داوود مشاهده میکنی. 49 یورو، تب 16، کلش 210. خب ما از موزه اومدیم بیرون، میخوایم بریم نهار. قرار استیک بخوریم. فلورانس هم که به استیکاش معروفه، حتما باید امتحان کنیم. دوباره رسیدیم به این کلیسای معروف دومو. یکم یه 5-6 دقیقه دیگه برسیم به رستوران. امروز هم چون هوا خوبه شهر پر توریسته. این قانونشه، همیشه روز آخری که میخوای برگردی هوا خوب میشه. بریم که امتحانش کنیم. خوشمزه است. سیب زمینیش هم خیلی خوشمزه است. ترکیب استیک و سیب زمینی خیلی خوبه. حتما اومدین امتحان کنین. اسمش هم براتون می‌نویسم.
خب ما یه لازانیا هم سفارش دادیم، بریم اینو امتحان کنم ببینم چطوریه. داغ بود، خیلی خوشمزه است. لازانیا غذای مورد علاقمه، اینجا هم واقعا خوشمزه است غذاهاش. قیمت‌هاشون هم به نسبت خوبه، دردی نیست، یه حالت معمولشه. No thank you. لازانیا 16 یورو، استیک 600 گرمیش 38 یورو، معمولیه دیگه. اومدیم یکی از مشهورترین موزه های دنیا، موزه اوفوتری که همه آثار خفن و خیلی پربار دوران رنسانس رو اینجا میتونین ببینین. از آثار ارزشمندی مثل فرودگاه باید وسیلات بذارید تو این باکسه، کیف و گوشی و اینا رو چک میکنن، بعد وارد موزه میشین. پله‌هاش زیاد با شیوه زیاد نفسم میبارم، ولی ببین چقدر خوشگله. اسمش پریماورا یا همون بهاره، یکی از معروف‌ترین نقاشی‌های بوتیچلی، یکی از نقاشی‌های دوره رنسانسه. حالا اون وسط ونوس رو مشاهده می‌کنیم که همون الهه عشقه. بعد سمت راستش یه باد بهاری به اسم زوفیر یا زفیر نمیدونم داره که یه دختر رو میدزده، اون دخترم بهش تبدیل میشه به فلورا. فلورا چیه؟ الهه گل‌ها که داره از دهنش گل میریزه، یعنی داره به بهار میرسه. یه همچین مفهومی رو داره توصیف میکنه. اسم این تولد ونوسه، لحظه رو نشون میده که الهه عشق و زیبایی که همون ونوس اون وسط تصویره از دل کف دریا روی صدف میاد بیرون و به ساحل میرسه. بادها هم دارن اونو هول میدن و یه الهه دیگه آماده است که لباس روش بندازه سمت راست. ونوس هم با موهای طلایی سعی میکنه خودشو بپوشونه، ترکیب از زیبایی و لطافت و خجالت. ما این همه توی صف وایستادیم ولی ظاهرا نمیشه بریم داخل، پس همینجا باید سکسک کنیم، نگاه کنیم عکسامون رو بگیریم بریم. خیلی بزرگه، یعنی اگه بخوای خودش قشنگ با دقت بگردی حداقل با 2 ساعت تایم می‌ذاری، ولی ما هم چون می‌دید داریم از برگردیم محدوده، سعی کنیم حالا این آثارهای خیلی خفن و معروفش بیشتر روش تمرکز کنیم و ببینیم. اینجا ویو واقعی اینجاست، خیلی خوشگله. چیه؟ یا برای تولد دخترش سفارشش داده بوده، بعدشونو بعدها هدیه میکنه به موزه. تونتون چمدونامون رو تحویل گرفتیم، الان داریم میریم به سمت ترمینال. من خیلی شارژ نداره، خیلی داره خاموش میشه. دیگه سفر فلورانس ما هم به پایان رسید. الان سوار اتوبوس شدیم بریم که حرکت کنیم به سمت میلان. 4 ساعت و نیم باید تو راه باشیم. در کل سفر خیلی خوبی بود، خیلی پرخاطره بود، مخصوصا که روز اول کلا بارونی بود، بعد هوا ابری و روز آخر آفتابی. کلا سن و هوا رو تجربه کردیم. خیلی شهر قشنگیه، خیلی دوستش داشتم.
کلی جاهای خوشگل و دیدنی داره. واقعا اگه بخواید واسه سفر بیاین کلی بهتون خوش میگذره. 2-3 روز اگه تایم بذارین همه جا رو میتونین برین ببینین، کلی خوش بگذرونین دیگه. مرسی که با من همراه بودین. مراقب خودتون باشین. خدافظ.